أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم، آمد بر یقینا که آمد برای شما رسولنا، پیامبرای ما و شما. قد جاءکم، آمدن به نزد شما رسولنا، پیغمبران ما، یا پیغمبر ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یبینو، که بیان میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، لکم، بر شما، کثیرا، بسیاری، مما کنتم، از آنچه را که بوده، تخفون، می پوشاندید، من الکتاب، از کتاب را. یعنی بسیاری چیزای کتاب که اینا می پوشاندن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن و بالایشان وحی نازل شد، باز آنچه را که اونا می پوشاندن، بسیاری چیزایی را که اهل کتاب می پوشاندن، وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد با قرآن عظیم شان، باز چی کردن؟ اونا آنچه را که اونا پوشانده بودن، اونا کلش رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ بیان کرد که در اینجا تحریف صورت گرفته، در اینجا مشکلات است، وحدانیت که اونا چیز داشتن، در رسالت مشکلاتی که داشتن، تمام از اونا را بیان کردن. و یعفو، و عفو میکند عن کثیر، از بسیاری چیزا. قد جاءکم، یقینا که آمد بر شما، من الله، از جانب الله سبحانه و تعالی، نور، روشنی. نور، روشنی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث یک نور است در صفات خود، اما ذات شما میفهمیم که بشر است و از خاک خلق شده. و کتاب مبین، و بر شما آمد کتاب، یعنی کتاب آشکارا، که او چی است؟ مبین، آشکارا، قرآن عظیم شان است. یهدی، هدایت میکند، توسط عمیق قرآن عظیم شان، بهی، به واسطه قرآن عظیم شان، الله متعال، من تبع، هر کسی که متابعت میکند، رضوانه، رضایت الله سبحانه و تعالی را. و یخرجهم، و اینا را بیرون میکند از چی؟ من الظلمات، از تاریکی ها، الی النور، به طرف روشنی، به اذنه، به اجازهش. و یهدیهم، و اینا را هدایت میکنه الله متعال، الی صراط مستقیم، به راه راست. حالا یک مسئله دیگر الله متعال بیان میکنه که اگر کسی به این عقیده باشه که مثلا عیسی مسیح علیه السلام این پیغمبر نیست، خودش معبود است، این کافر میشه و این ثابت میکنه کفر اهل کتاب را. و اگر کسی، ما شما در نواقض ایمان، یکی از نواقض ایمانی است که اگر کسی، یک کافری که کفرش صریح است و در قرآن و سنت کفر از او ثابت است، او را کافر نمیگه، خودش کافر میشه. پس اگر کسی میگه که نه اهل کتاب مسلمان هستن، به این آیت قرآن اینا کافر میشن. لقد، یقینا که کفر، کافر شدن، الذین، کسانی که قالوا گفتن، ان الله، یقینا که الله که از، هو المسیح ابن مریم، عیسی پسر مریم است. قل، بگو برشان، فمن یملک من الله شیئا، کی هست که مالک از جانب الله باشه چیزی؟ این اراده، اگر الله متعال اراده بکنه، ایهلک، این که هلاک بکنه، المسیح ابن مریم، که عیسی پسر مریم، الله متعال هلاک بسازه، و امه، و مادرش هم، و من فی الارض جمیعا، و تمام کسایی که در زمین هستن. الله مالک است، متصرف است، خالق است، ربوبیت مخصوص الله است. پس اگر الله متعال تمام مخلوقات بخواه که از بین ببره و نابود بسازه، به شمول پیغمبر، الله متعال میتونه جمیعا تمام مخلوقات، حتی ملائکه را. ولله، والله متعال بیان میکنه عقیده توحید در ربوبیت، در تصرف. کسی دیگه تصرف کرده نمیتونه، کسی دیگه خلق کرده نمیتونه، کسی دیگه شفا داده نمیتونه، کسی دیگه روزی داده نمیتونه. ولله، و خاص بر الله هست، ملک السماوات، مالکیت آسمان ها، و الارض، و زمین، و ما بینهما، و آنچه که در آسمان و زمین است. چرا؟ به خاطر از اینکه یخلق، الله متعال است که خلق میکنه، ما یشاء، و هر چیز را که بخواهد. والله، و الله متعال، علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قدرتمند است. اینال یهود و نصارا تهمت دیگه کردن، کسایی که بیدین هستن اینا را الله تهمت میکنن و میگن که مثلا وقالت الیهود و النصارى، یهود و نصارا که اهل کتاب بودن، یا چی میگفتن؟ نحن ابناء الله، العیاذ بالله، میگفت ما پسران الله هستیم، فرزندان الله هستیم، و احباؤه، و دوستان الله هستیم. الله متعال برشان میگه که قل، بگو برشان، فلم یعذبکم، پس خی شما را چرا تعذیب میکنه؟ بذنوبکم، به سبب گناهانتان. اگر شما دوستای الله می بودین، پس الله چرا شما را عذاب میکنه؟ چرا شما را به شادی ها مبدل کرد؟ چرا لعنت خدا سر شما نازل میکنه؟ چرا در آیات زیاد شما را گفته که شما به دوزخ میرین؟ فلم یعذبکم، پس چرا شما را الله و دوستای خدا عذاب نمیکنه؟ فلم یعذبکم بذنوبکم،
پس ادعایشون بل انتم، بلکه شما که هستین بشر هستین، ممن از کسی که خلق نموده است، یغفر لمن یشاء، الله متعال کدام قوم یا کدام کسی خاص نگرفته است، او ذات خالق بینیاز است. پس هر کسی را که بخوایم میبخشم، در هر قوم، در هر گروه، در هر طایفه، در هر جایی که باشن، بنان الله متعال یغفر لمن یشاء، مغفرت میکنه هر کسی را بخواهد، و یعذب و عذاب میکنه من یشاء، و هر کسی را که بخواهد. باز الله متعال مالکیت خدا بیان میکنه و شرک در تصرف مخلوقات میگه دور کنین این شرک در تصرفه. حال مردم در تصرف میگه چشمای درد میکنه به پیش فلانی زیارت برو، گوشت درد میکنه به فلانی زیارت برو، جن گرفتید به فلانی زیارت برو. الله متعال میگه که ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین خاص برای الله هست، خلق کننده الله هست. این مخلوقات نمیتونه شما را بچه و دختر بده، این مخلوقات نمیتونه شما را شفا بده، اینا نمیتونن که تصرف بکنن. شما چرا صفات الله را به این مخلوقات میتین؟ ولله، و خاص بر الله هست، ملک السماوات، مالکیت آسمان ها، و الارض، و زمین، و ما بینهما، و آنچه که در آسمان زمین هست. دیگه کس این کار الله را کرده نمیتونه، دیگه کس در مالکیت و ربوبیت الله شریک شده نمیتونه. و الیه المصیر، و شما به طرف الله برگشت میکنین. یا اهل الکتاب، باز خطاب میکنه به اهل کتاب، چون اینا زیاد گمراهی میکردن با وجود از که کتاب در مقابلشان گذاشته شده بود. مثل که بسیاری مسلمان‌ها را گفت که شما هم مثل اهل کتاب میشین. ببینین که اهل کتاب چطور کافر بیدین شدن، در مقابلشان تورات بود، در مقابلشان انجیل بود، اینا گرفتن کفر اختیار کردن. شما که مسلمان هستین، در مقابلتان قرآن است، در مقابلتان سنت است، شما پیروی از اینا نکنین. از این خاطر در قرآن زیاد بیان میکنه حقیقت هایی که در وجود اهل کتاب است، بر از اونا مخاطب قرار میتونه، اونا خطاب میکنه و ما و شما هم شامل میشیم که ما و شما مثل از اونا در این مرض ها مبتلا نشیم. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، قد جاءکم، یقینا که آورد بر شما، قد جاءکم، آمد به پیش شما، رسولنا، پیغمبر ما. این پیغمبر ما چی میکنه؟ یبین لکم، بیان میکنه بر شما، علی فترت، در فاصله که قطع شده بود، وحی نمیامد بعد از عیسی علیه السلام. آمد پیغمبر ما وقتی که دیگر رسول ها فاصله پیدا شده بود من الرسل، از پیغمبران، ان تقولوا، این که بگویید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، الله تقولوا، تا که شما نگوین. یعنی اینجا ان تقولوا یعنی لا تقولوا، که باز تو نگوین که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تو نگوین که هیچ بر ما نکس آمد ما را بشارت داد و نکس ما را ترسان. فقط جاءکم، یقینا که آمد بر شما، بشیرون، هم بشارت دهنده، مژده دهنده، و نذیر، و ترساننده از دوزخ، از عذاب الهی. والله یقینا که الله متعال، والله و الله متعال علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی بسیار قدرتمند است. و اذ قال موسی، و هنگامی که موسی علیه السلام گفت بر کی؟ لقومه، بر قومش گفت که یا قوم، ای قوم من، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های الله را بالایتان. از هنگامی که جعل فیکم انبیا، در بین شما بسیار پیغمبران را آورد، و جعلکم، گردانید شما را ملوکن، مالکان یا شاهان یا قدرتمندان، رهبران سیاسی، و آتاکم، و داد بر شما ما لم یؤت احدا، که نداده بود به هیچ کس من العالمین، از عالمیان. یعنی این نعمت الله که هم براتان قدرت دینی را داد و هم توحید براتان بیان کرد، هم پیغمبران در بین شما به آورد و هم قدرت سیاسی را داشتین. یا قوم، موسی علیه السلام برشان گفت ای قوم من، ادخلوا، داخل شوین، الارض المقدسه، به سرزمین مقدس، التي، او سرزمینی که کتب الله، که الله متعال مقرر کرده، لکم برای شما. ولا ترتدوا، و مرتد نشین، بر نگردین، علی ادبارکم، به عقبتان، فتنقلبوا، پس میگردید خاسرین، خسران کنندگان، نقصان کنندگان. اهل ای قوم از اینا چی کردن؟ این تو بیادبی کردن. قالو، گفتن یا موسی، ای موسی، نگفتن حتی موسی علیه السلام، گفتن ای موسی، ان فیها قوما جبارین. سعی کن بیادبی در مقابل پیغمبر کردن، به نام میگرفتنش. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اینقدر باادب بودن که شما تمام احادیث که بخوانین، وقتی که اونا خطاب میکردن میگفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. بغیر از مردمای کوچی و بادیه‌نشینی که از دور میآمدن، رسول الله صلی الله علیه و به نامش یاد میکردن. دیگه کلگی برای چی میگفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اما اینا بیادبی کردن، گفتن یا موسی، ای موسی ان فیها قوما جبارین، دو قریه که تو میگی در اونجا مردمای ظالم هستن، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما دو قریه داخل نمیشیم تا وقتی که اون مردمی که در اونجا هستن و اهل از سرزمین و براین، فان یخرجوا، باز اگه خارج شدن منها از آن، فانا داخلون، باز ما داخل میشیم. قال رجلان، گفت دو شخص، من الذین یخافون، از جمله کسانی که از الله میترسیدن، یخافون، یا کسایی که مؤمن حقیقی بودن، ترس از الله داشتن، اونا گفتن انعم الله علیهم، و او دو شخص کدام کسایی بودن که الله بالای از اونا انعام کرده بود، نعمت دین، نعمت توحید بر از اونا داده بود. او دو نفر گفتن ادخلوا، داخل شوید، علیهم الباب، در دروازه، فاذا دخلتموه، وقتی که شما داخل از این منطقه شدین، فانکم غالبون، باز شما غالب هستین، و علی الله فتوکلوا، او مردم توکل به الله بکنین، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستین. قالوا، بعضی مردم گفتن یا موسی، ای موسی، ببین بیادبی را، انا لن ندخلها، ما هرگز داخل نمیشیم، ابدا، به شکل ابدی و دائمی، ما داموا فیه، تاکو مردمایی که در اون سرزمین هستن اونا در اونجا باشن. فذهب انت و ربک فقاتلا، بی تربیگی و بد اخلاقی دیگه است که برای چی میگه برو تو، فذهب، برو خودت، برو انت خودت، و ربک و خالقت ربت، شما برین، فقاتل، باز قتال و جهاد بکنین، انا هاونا قاعدون، ما قرار همینجا شیشتیم. مثل که بسیاری کسا میگه که شما که علما هستین، تو عالم هستی بخیز دعوت بکن، تو عالم هستی بخیز جهاد بکن، تو عالم هستی بخیز صدقه بکن، تو عالم هستی بخیز مسجد جور کن. ما چی هستیم؟ ما دیگه قرار شیشتیم فیلم سال میکنیم، تلویزیون سال میکنیم. این گپا رو میگه کسایی میزنن، اون مردمای گمراهی که مثل بنی اسرائیل ولس. آدمی که مسلمان واقعی است، او خود چی میکنه؟ همیشه وقتی که خطاب الله میشه اول از خود شروع میکنه که الله این بیتر بگیره من نکنم، این بیادبی من نکنم، این حکم الله مربوط ما هست. اونا اینمی قسم عادتاش هست. الله ذکر میکنه، میگه میبینین بیادبیه؟ اما یک عالم میگه پرسان کردن که ادب از کی آموختی؟ گفت از بیادبان. گفت از بیادب چطور ادب یاد گرفتی؟ گفت چیزی که او بیادب میکرد، سخنی که او میگفت یا کاری که او بیادب میکرد، مامور نمیکنم، پس من از او ادب یاد گرفتم. آل ما و شما کنیم بی‌تربیتی هایی که بنی اسرائیل کردن در مقابل الله، رسولش، پیغمبرش، یا میگی نمیاره نکنین، شما مردمای خوب و با ادب هستین. قال، گفت رب، آل موسی علیه السلام از که برشان وصیت کرد، نصیحت کرد، برشان دعوت کرد، تبلیغ کرد، وعظ کرد. بالاخره موسی علیه السلام در آخرین درجه رساندن که موسی علیه السلام بسیار جگرخون شد که هر چی برشان میگم یا یک فلسفه را شروع میکنن و دلیل میگن. چطور میگن؟ قال موسی علیه السلام دست دعا را بلند کرد. موسی علیه السلام گفت رب، ای پروردگار من، اینی لا املک، من مالک نیستم، الا نفسی و اخی، مگر نفس خودم هستم و اخی و برادرم. این می دو نفر توان دادم که هارون علیه السلام بود. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پروردگار فرق و جدایی ایجاد کو بین ما و بین قوم فاسقی که یا نافرمان هستند. الله متعال برشان جزا داد. گفت قال، برشان گفت فانها محرمتون، که همین سرزمین بر شما حرام شده، علیهم، بالای اینمی مردم، 40 سنه، 40 سال گفت یا دیگه داخل شده نمیتونه نمی قریه. این هم در این دشت‌ها و در این صحراها یتیهون سرگردان میگردن در سرزمین. فلا تأسف، از جگرخون مشو ای موسی علی القوم الفاسقین، بالای این مردمای فاسق و فاجر هیچ جگرخون نشو که حالا باز تو جگرخون شیم. واتلو علیهم، همچنان الله متعال میگه سعی کنین. یک چیز دیگه رو برای شما میگم، بعض اوقات برادرها در بین خود چی میکنن؟ حسادت میکنن. حسادت و بدبختی مثل که دو پسر آدم علیه السلام بودن، یکیش حسادت کرد. اینی کار شما نکنین. چرا؟ اگر شما این کار میکنین به این مرضی که این مبتلا شد، قابل شما هم مبتلا میشین. واتلو علیهم، و تلاوت بکنه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان نبأ، خبر حقیقی ابنی آدم، دو پسر آدم علیه السلام، بالحق، ایره به حق برشان بگو. یا چی کردن؟ اذ قربا، وقتی که تقدیم کردن اردو برادرها قربانن، یک قربانی کردن. فتقبل من احدهما، از یکیش قبول شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگهش قربانیش قبول نشد. آری کسی که قابل از حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. قال، گفت قابیل بر کی گفت؟ به برادر خود حابیل گفت لا اقتلنک، ما حتما تو را میکشم. قال، گفت برادرش که دیندار بود، حابیل برش گفت که او برادر چرا حسادت میکنی؟ انما یقینا که یتقبل الله، قبول میکنه الله متعال من المتقین، از انسانهای متقین. تقوا داشته باش، الله قربانی تو را هم قبول میکنه
و دیگه چی است؟ اول برای نصیحت کرد، باز برای گفت که برادر من نمیخوایم قتل بکنم، لئن بسطت الی یدک، لئن بسطت اگر تو دراز بکنی الی به طرف ما، یدک دستت را، لتقتلنی تا قتل کنی مرا، ما انا من نیستم به باسطن دراز کننده یدی دست خود را الیک به طرف تو لاقتلک، من نمیخوایم که دست به بلند کنم و شمشیر بگیرم و تو را کت سنگ یا کت شمشیر یا کت هر وسیله قتل که در وقت وجود داشت ما تو را قتل بکنم. اینی اخاف الله، ما از الله میترسم که رب العالمین که پروردگار عالمیان است. اینی ما اريد اراده میکنم یا میخوایم ان تبوء، این که برگردی یا گرفتار شوی اگر تو قتل بکنی به اسمی به گناه من و اسمی که و به گناه خودت، فتکون من اصحاب النار، باز از اصحاب دوزخ شوی، و ذلک جزاء الظالمین، اینمی جزای ظالما هست. من خو غرض کتت نمیگیرم، من خو تو را قتل نمیکنم، من خو سر تو تجاوز نمیکنم، اگر تو میکنی باز ان شاء الله گناه من گناه کلش ده فرق خودت مفته. مثل که آل مثلا بسیاری وقتا اگر شما را کسی داو میزنه یا دشنام میته یا بعض بدگویی میکنه، ما برشان میگیم برادر عزیز تو که داو میزنی، تو که دشنام میتی، تو که غیبت میکنی، تو که نامای غلط میمانی، ما برای چیز نمیگیم، ما عفت زبان خود حفظ میکنیم. ان شاء الله تعالی در روز قیامت گناه ما هم در کلی تو مفته، گناه خودت هم. چرا؟ به خاطر اینکه در روز قیامت هر کسی محاسبه میشه. اما حدیث شریف کلتون ان شاء الله یاد دارین که رسول الله صلی الله علیه و آله که پرسان کردن که مسکین کی است، گفت مسکین کسی است که پیسه و مال و درهم و دینار نداره. رسول الله گفت نه مسکین نیست. کسی یا رسول الله مسکین؟ گفت کسی است که خوب نماز خوانده، روزه گرفته، حج رفته، جهاد رفته، خدمت کرده، عبادت کرده، دعوت کرده، خوب کارهای زیاد کرده. در روز قیامت وقتی که کلگی میگه اوه ماشاءالله فلان شخص سایکو چقدر ای بابا همه چیزا میگه، در حالی که اینمی شخص چی کرده میگه و قد شتم هذا، یکی را داو زدن، سر از دیگرش خندی کردن، او دیگر را پرزه گفتن، او دیگر را آبروش ریختاند. حالا بسیاری کساست خوب با تقوا خودم میگیره، ریختاندن آبروی یک مسلمان بسیار برش آسان است. ایره دشنام داده، ایره غیبت کرده، سر از اون نام مانده، او را مالش خورده، از او رشوت گرفته، از او زمینش غصب کرده. در روز قیامت که استاد میشه که فلان والد فلان محاسبهش است، کس که تزدید دعوا داره، یک دفعه سعی کنی که 5000 نفر استاد میشه، عریضایشان دستشان است. چرا اعمال نامه کلگی برش داده میشه، کلگی میشه معلوم میشه. صاحب مرا فلانی روز نمی نفر سر نام ماند، مرا رشخند ساخت. صاحب فلانی روز مرا پیشروی کلگی با 2 پیسه ساخت. صاحب از من به زور پیسه گرفت. صاحب فلانی کار کرد. صاحب مرا دشنام داد. صاحب حتی کسای خطرناک. پروردگار ما به وحدانیت تو دعوت میکردم، ایمیخ صاحب مرا دشنام داو میزد. در صف کل از ان شاء الله در صف از مردم ها استاد میشیم. باز از میگه کل برازی میگه حالا چی داری؟ سرمایه‌اش اعمال نیکش است. اونجا دیگه عبادت هایش است، هم تو خوب دیگه زیاد. بیاید یک نفر قضاوت الهی است عادلانه، این نفر از بته قدر نمازد. یک جای کسی مرا گفت والا استاد او هفته گذشته بسیار غیبت تا نکردیم. گفتم الله برای تاجر بده. خوشحال شدی؟ کلگی ما شیشه بدیم غیبت تو را میکردیم. والا الله کل تا اجر بده. گفت که خو شما را غیبت تا نکردیم خوش شدین؟ گفتم بسیار خوشحال شدم. چرا؟ به خاطر گفتم بسیار کار خوب کردی. در روز آخرت 4 رکعت نماز تر بر ما بده چقدر خوش است. با میگم یا الله این نمازایی که در کابل خوانده ایره نتی، اون نمازایی که پیش بیت الله شریف خوانده اما تو با اخلاص، این غیبت مرا کردن. این مرد که یک دفعه بار خطا شد، گفت همه ترس؟ گفتم بله. در روز قیامت غیبت کس را کرده باشی، مال کس را خورده باشی، سر کس نموده باشی، کس را توهین کرده باشی، تحقیر کرده باشی، دشنام داده باشی، این کل یک باز میگه چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یک دفعه این نفر کل اعمال نیکش خلاص میشه. این قطار دیگه میگه صاحب ما خو ماندیم، میخوا اعمالش خلاص شد. الله متعال میگه آل گناهایتان بتی یک کیلو گناه رو در کل عزیز، 1 کیلو گناه از این میگیره، 1 کیلو گناه از این میگیره. یک وقت سال میکنی که بیچاره میگه اما تو در ترازی میزانش که گذاشته میشه در ترازی هیچ اعمال صالحه نداره، اما تو میره به دوزخ. به خاطر چی؟ به خاطر حقوق مردم. اینال برادر قابیل که حابیل است، این دیگه میگه برش میزنن، میگه اینمی و ذالک جزاء الظالمین فطوعت، پس آراسته نمود له بر از او نفسه، نفسش. بزرگترین دشمن نفس انسان است که حسادت نفس ایجاد میکنه. این نفسش برازیش کرد، آراسته ساخت برازی، یعنی بسیار زیبا برش نمایان کرد که بسیار خوب کار است قتل اخی که تو بکشی برادر تو، قتل برادر شد. فقتله، پسی گرفت برادر
حابیل خیس و قابیل خیس و حابیل که برادرش هست ایره به قتل رساند. فاصبح من الخاسرین. الله متعال میگه از جمله خسران کننده ها. آل میگه بیچاره به اندازه چیز است که آل نمیفهمه که آل خود قتل کرد. آل انسان که گناه میکنه بعد از گناه بسیار پشیمان میشه. آل حیران مانده که جسد برادر خدا چطور کنه. دید فبعث الله، پس الله متعال روان کرد غرابا یک زاغ یبحث که امی زاغ چی میکرد؟ بحث به معنای سوراخ کردن و کندن است. کنده میرفت امی یا سوراخ کرده میرفت امی زاغ کتنول خود فی الارض در زمین لیوریه تا که اینمی انسان زاغ برش درس بده کیف یواری که چه قسم دفن بکنه، یواری دفن بکنه سوءت جسد کی را؟ اخیه برادرش را. قال گفت یا ویلنا، وای بر ما، وای ما چقدر بدبخت هستم. اعجزت، آیا ما عاجز شدم ان اکون مثل هذا الغراب که من مثل امی زاغ شوم. فاواری باز من خاک به خاک بسپارم سوءت اخیم، اما عقل نداشتم. فاصبح من النادمین، پس گشت از جمله چی؟ از جمله پشیمانان. فاصبح، پس میگه ای گشت من النادمین از جمله پشیمانان. من اجل ذلک، به این سبب کتبنا، میگه ما فرض کردیم، نوشته کردیم، مقرر کردیم اینجا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل اتنوشته کردیم انه یقینا که من قتل، هر کسی که قتل نماید نفسا یک شخصی را به غیر نفس، بدون ای که او را در مقابل نفس دیگه قصاص کرده باشه یعنی ناحق را بکشه، او فساد، یا به سبب فسادی که مثلا یک نفر از او مثلا او مستحق قتل میشه فی الارض در زمین، اگر کسی ناحق کسی را میکشه که او یک جرم نداره فکأنما مثل ازی است که قتل الناس جمیعا، مثل که تمام مردم با قتل رسانده باشه. و من احیاها، و کسی که زنده نگه دارد یعنی دست خدا به قتل کس دراز نکنه فکأنما مثل این است که احیا الناس، زنده نگه داشته است الناس جمیعا تمامی را. ولقد جاءتهم، یقینا که آمد بر ایشان رسولنا پیغمبران ما. ولقد جاءتهم، اینجا که وقتی که بی داخل شود سر جاء فکرتان باشه اینجا بالبینات گفته، وقتی گویا جاء آمد، اما وقتی که بی چی شد داخل شد باز به معنای آورد میشه. جاء باز آورد میشه، چرا با بی متعدی میشه. کسایی که قوانین نحوی را میفهمن فعل لازمی وقتی که بی داخل شده چیزش باز اون متعدی میشه به مفعول. ولقد، و یقینا که جاءتهم رسولنا، آورد پیغمبران ما برشان چی را آورد؟ بالبینات، دلایل روشن را. ثم یقینا که ان کثیر منهم، یقینا که بسیاری از ایشان بعد از ذلک، بعد از این فی الارض در زمین چی بودن؟ در زمین بودن لمسرفون، از حد تجاوز کننده. یعنی مسرف کی میگه؟ انسانی که از حد و حدود خود چی میکنه؟ تجاوز میکنه. خب آل در امت رسول الله صلی الله علیه و آله اگر یک نفر قطاع طریقی میکنن، در راه مثلا استاد میشه، اختطاف میکنن، قتل میکنن، دوزی میکنن، مردم میکشن، مثلا در راه ایره قطاع طرق میگن. وقتی که یک نظام اسلامی باشه و بعضی کسا میخیزن و قطاع طرق میباشن، کسایی که بغاوت و سرکشی میکنن. انما یقینا که جزاء الذین، جزای کسانی که یحاربون الله، حرب میکنند به امرای الله و رسوله و به امرای پیامبرش، و یسعون فی الارض فساد، و سعی و تلاش میکنند که در زمین چی کنن؟ فساد ایجاد بکنن. ان یقتلوا، که اینا قتل کرده شوند. در صورتی که قتل میکنن اینا باید قتل شوند. او یصلبوا، اگر قتل هم کردن و دزدی هم کردن و قتل هم کردن باز در صلیب اویزان میشه. بعضی کسا هم دزدی میکنن هم قتل میکنن. او تقطع ایدیهم، یا قطع میشه دستایشان و پاهایشان وقتی که اینا قتل نمیکنن بلکه چی میکنن؟ دزدی میکنن. و من خلاف، بخلاف یک دیگر. او ینفوا من الارض، یا اینا از زمین چی میشن؟ بیرون کشیده میشه در صورتی که این کارا را نکرده باشه لکن امرای اینا شریک شده باشه. پس کسایی که این کارا را میکنن متوجه هستین قطاع طرقات، دزدا و اینا دیگر، اینا برشان اینمی جزا داده میشه. لهم خزی، بر از اینا خواری و ذلت است فی دنیا، در دنیا با گرفتن نموت یک جزا. ولهم فی الاخرة، و برشان از در آخرت عذاب عظیم، عذاب بسیار دردناک. بعضی کسا میگه این عذاب چقدر سخت است، چقدر سخت است. آیا سخت نیست عذاب؟ بسیاری سخت است. اما وقتی که مثلا این پایان میشه، ناموس مردم پایین میکنن، تجاوز جنسی میکنن، سر ناموس مردم پیش رویشان مثلا زنا میکنن، بعضی کسا میگه سخت است. باز بگی اگر خودش باشه، فامیل خودش باشه، باز اون لحظه باز میگه چطور است؟ ولا یک روز یک کسی میگه والا صاحب همین دوز بیچاره را دستش قطع میکنه. دوز بیچاره، این دوز بیچاره
دیگر از قدرت الله که خدا که ازی پیسه را گرفته، ماچم ماش بده، پیسه بده، چی بده، خوب دم جیبکش بده، این صاحب دوز آمده و از پیشش گرفته. حالا دیگه چیخ میزنه، گفتی مگه دوز گیر کنی چی میکنی؟ گفت دوز گیر کنم، این دوزشم قطع میکنم، پایشم قطع میکنم، گردهشم میکشم، جگرشم میکشم، چشمایشم میکشم، کت شمشیرم تو غارش میکنم. نه من گفتم سعی کن، روز یک دستکش قطع میکرد. میگفتی دوزک بیچاره، حالا که سر خودت آمد باز اینقدر چی میکنی؟ متوجه هستی نه؟ وقتی که او ناموس دیگرها را تجاوز میکنه، اولادای دیگرها را، پدر یک کس را پیش روش میکشه، بچه‌ش پیش روش میکشه، بازو را که برای جزا بدی میگه این بیچاره هیچ، این بیچاره کارا چرا تو میکنه؟ باز اگر خودشه یک چند سیلی کش کنه، باز میگه الله دگیریم بیایه، یک 100 مرمی را داشته کمش خالی میکنه. ماشاءالله چقدر با عادل هستین. باز الله متعال امون انسان ها را باز که همین قسم سر شریعت الله انتقاد میگیره، الله همون تو انتقام از پیش میگیره، خودش رو یک چیز مبتلا میگیره. باز تو ببینی سرگردان از سرگردان. الا الذين، اما مگر کسانی که قطاع طرق رفتن در لشکر مافیا، رفتن در لشکر اختطافچی ها، رفتن در لشکر قطاع طریقا، لکن پیش از اینکه دولت اسلامی و خلافت اسلامی اینا را گیر کنه یا توبه کردن. الا الذين، پیش از مگر کسانی که تاب و توبه کنن من قبل از اینکه ان تقدروا، این که شما قدرت حاصل بکنین علیهم بالایشان، پیش از اینکه شما قدرت حاصل بکنین دستگیرشان بکنین یا توبه کنن، باز توبهشان قبول میشه. ان الله فعلموا، باز علم داشته باشین که ان الله یقین الله متعال غفور بسیار بخشنده است، رحیم بسیار مهربان است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، بترسین از الله. وقتی که از الله میترسین چی کنین؟ وابتغوا الیه الوسیله، به الله وسیله بگیرین. یکی از موضوعات اعتقادی بسیار مهمه که کسایی که قرآن و سنت نمیفهمه در اینجا از نگاه اعتقادی خراب میشه یا متاثر به بت پرستا میشه، متاثر به قبر پرستا میشه. همین کلمه وسیله در این آیت قرآن است. اما اگر کسی تفاسیر خوانده باشه، تشریح حضرت درست بفهمه، باز هیچ برش مشکل نمیشه. اهل بسیاری کسا میگه که الله گفته وابتغوا الیه الوسیله. حالا باید انسان ببینه که در قرآن و سنت وسیله یعنی چی هست. علمای عقیده و علمای تفسیر میگه وسیله دو قسم است، یکی وسیله تکوینی هست، یکی وسیله تشریعی. این بسیار مهم است، یادداشت کنید. وسیله تکوینی چی هست؟ وسیله هست که در عالم هستی هست. مثلا چی هست؟ مثلا وسایل را الله خلق کرده، هر سبب یا وسیله طبیعی که به اساس خلقت و فطرتی که الله خلق کرده است و او انسان به مقصدش میرسانه، این وسیله تکوینی گفته میشه. مثلا غذا برای سیر شدن است، اینمی غذا، اینمی سیب الله متعال یک وسیله خلق کرده که وقتی تو سیب میخوری معده تو سیر میشه، میوه را میخوری معده تو سیر میشه. پس سیب یک وسیله تکوینی هست، در طبیعت است. در این کافر مسلمان فرق نداره، برای کلگی هست. چشم وسیله دیدن است، برای کافر مسلمان. گوش وسیله شنیدن است، اینمی گوش، چشم، زبان وسیله گفتن است. متوجه؟ عقل وظیفه تفکر و تدبر است، دست وظیفه کار کردن است. اینی را وسایل تکوینی میگن. این الله متعال خلق کرده، باید از این وسایل ما شما چی استفاده بکنیم. دوم وسیله تشریعی هست. وسیله تشریعی چی است؟ او وسیله که توسط از او تو نجات پیدا میکنی، وسیله که توسط تو از عذاب الله نجات پیدا میکنی، از خسران نجات پیدا میکنی. این وسایل چی هست؟ خود قرآن عظیم شان الله قسم یاد میکنه والعصر ان الانسان لفی خسر. حالا میگه انسان در جان نقصان است. کدام وسیله رو بگیریم که از این نقصان خلاص شیم؟ سه وسیله هست. چی هست؟ آمنو، ایمان، و عملوا الصالحات، اعمال صالحه، و دعوت است به حق و به صبر. دعوت است به توحید، حق توحید، و صبر به صبر. اگر همین سه کار کردی، الله متعال میگه این سه وسیله نجات تو هست. از این خاطر علمای اسلام میگن که ما معنی الوسیله، علامه ابن جریر طبری که رئیس مفسرین هست، شما تفسیر طبری رو میفهمین، این چی میگن؟ میگه الوسیله، الله متعال میگه وابتغوا الیه الوسیله، چی معنی؟ واطلبوا القربة الیه بالعمل بما یرضیه. شما میتونن که خدا به الله قریب بسازین با عمل کردن. چی عمل میکنی؟ اعمال صالحه که الله از او راضی میشه. پس وسیله اعمال صالحه هست.
علامه حافظ ابن کثیر رحمه الله که یکی از مفسرین بسیار بزرگ است، من تفسیر از این هم باز کردم، گفتم باشین که این عالم چی میگه. او میگه تقرب زمان حاصل میگردد که کسی اوامر الله را مطابق طریقه رسول الله انجام بده. این کی میگه؟ علامه ابن کثیر میگه الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خب صاحب تفسیر منتخب ای چی میگه؟ میگه آنچه را طلب نمایید که شما را به ثواب نزدیک میسازد. یعنی وسیله چی است که تو را به ثواب نزدیک میسازد؟ از اعمال نیک و کارهای خیر. مفاتیح الغیب دیگه تفسیر است. او چی میگه؟ میگه بدانید تمام تکالیف شرعی در دو چیز حصر شده است. اول ترک ممنوعات است که الله گفت اتقوا الله، ترک کنین ممنوعات را. دوم اجرا نمودن اوامر الله هست که الله گفت وابتغوا الیه الوسیله. این چقدر خوب تفسیر میکنه. میگه تمامی امور شریعت که است دو بخش داره، اوامر است و نواهی است. اینی کارا نکو، اینی کارا بکو. اینی کارا را نکو گفت اتقوا الله، و اینی کار اوامر الله است بکو، این وابتغوا الیه الوسیله. تفسیر وسیط چی میگه؟ او میگه وسیله به وزن فعیله به معنای آنچه توسط آن توسل صورت میگیرد و به الله انسان را نزدیک میسازد. چی؟ از انجام دادن طاعتها و ترک گناهان. این وابتغوا الیه. علامه شهاب الدین محمود ابن عبدالله حسینی آلوسی حنفی چی میگه رحمه الله؟ این میگه وسیله به وزن فعیله از فعل اطاعتها و ترک معصیت است. این یه عالم حنفی هم میگه که وسیله چی است که تو اطاعت از الله بکنی و معصیت ها را ترک بکنی. الله میگه وابتغوا الیه الوسیله، یعنی اطاعت کنین الله را و از معصیت ها خود دور بسازین. صاحب تفسیر نصفی این هم یکی از علما هست، ما در مدرسه تفسیرش میخوانیم به نام تفسیر نصفی. علمای احنافی را بسیار دوست دارن. این چی میگفتن؟ این میگه که وسیله برای هر آنچه که با آن توسل به الله میگردد استعاره گرفته شده است. یعنی کلمه وسیله به هر آنچه که با آن توسل به الله صورت گرفته میشود استعاره گرفته شده است. از چی است او؟ انجام دادن طاعات و ترک گناه ها. علامه شوکانی یک عالم دیگه هست، این میگه ظاهر است که وسیله‌ای که قربت و نزدیکی می باشد به تقوا به هر چیزی از نیکی ها صدق می کند که بندگان با آن به پروردگارشان تقرب می نمایند. پس تمام مفسرین اسلام اینه میگن که وقتی که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اتقوا الله، بترسین از الله، از نواهی با چیزایی که منع شدین خود نگاه بکنید. وابتغوا الیه الوسیله شما وسایلی که عبارت از اعمال خودتان هست. فهمیدین یعنی؟ پس فرق بین وسیله و واسطه چی است؟ واسطه در دنیا هم زشت است، در آخرت هم. وسیله در دنیا هم خوب است، در آخرت هم. مثلا در دنیا وسیله تان چی است؟ در دنیا وقتی شما شاگرد مکتب هستین یا محصل هستین در پانتون، وسیله تان چی است؟ درستان است، عمل خودتان است، زحمت کشیتان است، عمل خودتان است، حاضریتان است، کار خانگیتان است، امتحانتان است، پارچه امتحانتان است. این وسیله تان است. واسطه تان کی است؟ که درس نمیخوانین، باز در وقت امتحان ببینه که یک نفر مدیر تدریس پیش میره، استاد میگه یک بچه کاکایم است. خوی واسطه تستان. خود چند برد؟ میگه یک صفر برد، میره یک کردیتش پورا کنه. صفر ما بر 55 بسازم. برو حالا این یک کار زشت است. در آخرت هم چه قسم است که یک نفر مثلا آمنو داره و از خسران خود خلاص کنه. الله میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این الله میگه از خسران نگاه پیدا کرده. یکی دیگه چی میکنه؟ میگه نه ما هیچ عبادت نمیکنیم. چرا عبادت نمیکنی؟ ما خب بچه نوح علیه السلام هستم، پسر نوح. چی شد؟ الله برش گفت انه لیس من اهلک، یه اهلت نیستی، کافر است. یا کسی سیش نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونه؟ نه ما بچه فلانی صاحب هستم. خب ماشاءالله. الله میگه والعصر ان الانسان، مطلق انسان، بچه پیغمبر باشه. از این خاطر با تقواترین انسان ها کی بود؟ بی فاطمه الزهرا بود که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا رسول الله بهش در زد؟ گفت ای دخترم یا فاطمه تو بنت محمد، گفت ای فاطمه دختر محمد. عمه خدا گفت اعملی لنفسی، که خودت برای خود کار بکن، خودت ایمانت جور بکن، خودت تقوایت جور. اینی لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم که وقتی تو ایمان نداشته باشی، اعمال صالحه نداشته باشی، تو دعوت به حق و به توحید نکنی، من نمیتونم تو را نجات بدم.
شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شفاعت نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، شهادت شفاعت از اینا، شهدا اینا شفاعت میکنن، علما شفاعت میکنن، حافظای حقیقی قرآن برشان حق شفاعت داده میشه، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، بر کل از اینا. لکن شفاعت شرط داره که جانب مقابل از او الله راضی باشه. مثلا ما عقیده داریم، مثلا من عقیده دارم که من بسیار گناهکار هستم، پیش الله بسیار مظلوم هستم، بسیار گناه کردیم، سر نفس خودم ظلم کردیم، گناه کردیم. حال وقتی که در روز قیامت میخیزم، وقتی که ایمانم است، عبادتم است، اطاعتم است، یک دفعه 3 روز به سبب گناه ها مستحق میشم و 3 روز دوزخ برم. الله متعال بر بنده های مخلص خود که الله ما و شما را اخلاص نصیب بکنه، بر ازی الله متعال نمیخواد که همین 3 روز هم در دوزخ بره. الله متعال برشان میگه که پیغمبرها و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین رتبه میده، میگه اینا را چی کنین؟ شفاعت بکنین. برای کی شفاعت بکنین؟ کسی که ایمان داره، اعمال صالحه داره، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کرده. لکن چون انسان هستیم بعض روزا گناه هم کردیم، اشتباه هم کردیم، غلطی هم کردیم. این نفر که اشتباه و غلطی داره 3 روز، 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه مستحق دوزخ است. باز میبره پیغمبر میگه که یا الله برای رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ شفاعت کو اینی گناهکارای امتت. پس شفاعت مخصوص موحدین است، باید عقیده 100% جور باشه و برای مذنبین موحد است، به مشرک نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ وقت برای کسی که شرک آورده شفاعت کرده نمیده. یک برای کاکایش که ابو طالب است استثناء هست. او هم چه قسم است که او را هم که رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار خدمت کرده بود، ابو طالب، باز او میگه در بین آتش دوزخ می باشه، باز یگان سهولتی بر از او کم کم داده میشه، اما دیگه در عذاب الهی مبتلا و گرفتار است. از این خاطر قرآن که وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا، این خود قرآن میگه و جاهدوا و جهاد بکنید فی سبیله، در راه الله، لعلکم تفلحون، شاید که کامیاب شوید. ان الذين یقینا کسانی که کفر و کافر شدن، الله متعال میگه بعضی کسا صراحتا با دل خود، با اختیار خود کفر اختیار میکنن. خب اینا چی جزایشان است؟ الله متعال میگه ان الذين کفروا، یقینا کسایی که کافر شدن، ولو ان لهم باشه بر از ایشان ما فی الارض، در زمین، جمیع تمام زمین، یعنی اگه کل زمین مال داشته باشن، و مثله و به اندازه زمین، معه دیگر نعمتهای دیگه، مال و طلا و زیورات و همه چیز همراهش باشه، یا را تقدیم بکنن لیفتدوا به، تا فدیه یا عوضی بده که مرا چی کنین؟ این مال مرا کلش بگیرین، مرا نجات بدین از عذاب یوم القیامه، از عذاب روز قیامت. الله متعال میگه ما تقبل منهم، قبول کرده نمیشه از ایشان، ولهم و برایشان است عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک. یریدون میگه اینا اراده دارن ان یخرجوا من النار، که یا خارج شون از آتش دوزخ، و ما هم بخارجین منها، اینا میگه از آتش دوزخ خارج نمیشن، ولهم عذاب مقیم، و برایشان عذاب است که اون مقیم است، همیشه در اونجا اقامت میکنن. حال دیگه حکم شریعت الله متعال میگه شما مسلمان هستین، مؤمن هستین، دیندار هستین، عبادت الله را خود میکنین. کلمه طیبه ما شما گفتیم 3 تعهد است. یک تعهد است که عبادت الله را میکنیم، تعهد دیگه چی است که اطاعت است، شریعتش میکنیم. امی قسم که مسجد برای عبادت الله ساختیم، باید کره زمین برای عبادت الله بسازیم، کره زمین به تطبیق شریعت الله وادار بسازیم. از این خاطر میگه اگر شما مسلمان هستین باید شریعت الله را در حکومت تطبیق بکنین. قاضی و بزرگ و رهبرای سیاسی این کارا باید بکنن، و در صورت که مسلمان است. چی حکم الله است؟ میگه و سارق و مرد سرقت کننده یا دزد، و سارقت و خانم سارقه که دزد باشه، در صورتی که ثابت میشه و قاضی فیصله میکنه که اینا واقعا سرقت کردن بدون کدام مجبوریت و مشکل و بدون همه چیز، مثل که حال اختطاف میکنن و مردم هم میگیرن و میبرنشون، باز مالای خانهشون هم دوزی میکنن و خودشام لط میکنن و باز چیزی که مال خانهش از دوزی میکنن. الله متعال میگه اینمی اختطافچی، اینمی قاتل، اینمی ظالم، اینمی جنایتکار، این وقتی که سرقت میکنن برای یک سارق دوز چی جزا بدین؟ فقط و ایدیهم، دست شقت بکنین جزاء بما کسبا. این میگه جزا هست
با سبب این چیزی که اینا کسب کردن. نکال من الله تعالی، پند و عبرت است از جانب الله. والله عزیز حکیم، الله متعال غالب و با حکمت است. میگه الله با حکمت است. یگانه که میگه او میخواد حکمت خدا از حکمت الله که بیشتر نشان بده. نه ولی می دست سارق باید قطع نشه. این حال اگر این حکمت داشته باشه، دست انسان که است، این دست که است یک بخش از وجود انسان است. بقیه کل وجود انسان که است، این مثل یک جامعه هست. جسم انسان مثل یک جامعه هست. حال شما فکر بکنین تو که یک انسان هستی، تو عضو از این جامعه هستی، تو یک بخش از این جامعه را تشکیل میدی. حال اگه می دست مرا دکتر برام بگه بگو استاد این دست تو از این قسمت چی هست؟ اینمی سیاه گشته، خراب شده، از بین رفته. اگر اینمی را قطع نکنی، این سرایت میکنه باقی تمام اعضای بدن تو را فاسد میسازه. من میرم پیسام میتمشه سیز نه عذرم برش میکنم، حتی اگه در افغانستان نشده کدام مملکت دیگه هم باشه، تکت طیارام میخرم، ویزا و پاسپورت دیگه پا میگیرم، میرم میگم دکتر صاحب امی دست مرا قطع کو. یا کسی میگه چرا قطع کنم؟ استاد چرا بی عقلی را میکنی؟ من برادر بی عقل تو هستی. من ایره به حساب عقل میکنم، به خاطر که این دست من که قطع شد دیگه سایر اعضای بدن من جور میمانه. اگر این قسم بارم کل بدن چی میشه؟ سیاه میشه. پس این انسان سارق و دزد و اختطافچی که است، این در حقیقت امی دست سیاه شده جامعه هست. فهمید یا نه؟ این باید چی شوه؟ اگر قاتل از قصاص شوه تا که از بین بره، جامعه راحت پیدا بکنه. اگر یک دو تا اختطافچی را اونم موجود می دار ویزان بکنه، مردم برن ببینن که چی کرده بود. صاحب ای اختطاف کرده بود، ای چی بود؟ اینی خانه فلانی نفر در آمد مال از اینا رو سرقت کرده بود فلان. این حال کل مردم آرام میشه، کل جامعه چی میشه؟ راحت میشه. اگر نه که گفتن نه بر دست خوبم تو یک چپرکتک جور کو، بر اختطافچی خوبم تو کوک و فانتا و ترام در بندی خانه برش بان، باز شب پت کده باز در موتر خود بره در خانه خود، مثل که بسیاری دزدا و اختطافچی و تراجی میکنن. باز اگر روز به روز میگه برو بیادر یک چند روزه کنجا میری و محکمه تیر شد خلاص پس هلایت میکنن. این است پس که داکومنت گلسنگ خلاص میشه، باز همون شاهدای خودم میکشه و همون نفرای دیگه‌شم از بین میبره. اینی قسم است. شریعت الله را که تطبیق نکردی، باز کل جامعه به وضعیتش خراب میشه. خب میگه این جزا از چی است؟ جزا ان به ما کسب. این خود ناقی خود جزا داده نشده، بلکه به سبب آن چیزی کردن. نکالن پند و عبرت است من الله، از جانب الله. این پند و عبرت است برای دیگرها که دیگرها این قسم جامعه را فاسد نسازند. والله و الله متعال عزیز بسیار غالب است، حکیم بسیار با حکمت است. فمن تاب، پس اگر کسی توبه کرد، من بعد ظلمه، بعد از ظلم خود. یک نفر سرقت کرد لکن گیر نامد، اما اگر قاضی گیرش کرد باز توبه موبش قبول نمیشه، فکرتان باشه. فمن تاب، پس اگر کسی توبه کرد، من بعد ظلمه، بعد از اینکه ظلم کرده، سرقت کرده، خودش توبه کرد، رفت مال از اون نفر پس برش داد و قاضی و محکمه و تراس سرش خبر نشد، و اصلح، و خود اصلاح کرد، جامعه را اصلاح کرد، فان الله یتوب علیه، باز الله متعال توبه اینی شخص قبول میکنه. ان الله یقینا که الله متعال غفور رحیم، الله متعال بخشاینده و رحیم و مهربان است. علم تعلم، آیا نمیدانی؟ این باز الله متعال بیان میکنه که حکومت و حاکمیت از الله هست. علم تعلم، آیا نمیدانی؟ چرا عقیده تا جور نمی کنی؟ علم پیدا بکن، عقیده تا جور بکن. ان الله، یقینا که الله متعال کس، له ملک السماوات، مخصوص از او هست مالکیت، قدرت، حکومت آسمان ها و زمین. یعذب من یشاء، و عذاب میکنه هر کس را که بخواد، و یغفر لمن یشاء، و مغفرت میکنه هر کس را بخواد. والله علی کل شیء قدیر، الله متعال به هر چیز قدرتمند هستن. حالی یک عادت علمای یهود براتون بیان میکنه. میگه فکرتان باشه بعضی علما هستن که عادت علمای یهود دارن، شما مثل علمای یهود واره که مستحق غضب الله شدن این قسم نشین. علمای یهود چی عادت داشتن؟ چند تا شاگردای خود پیش رسول الله هم روان میکردن، با عالم هستم کلان هستم پیشش نمیرم، باز ما کمیم، شما برین اگر چیز مطابق گپایی که ما گفتم پیغمبر گفت او را قبول کنین، اگر مخالف مزاج ما گپ زد باز شما هیچ گپش قبول نکنین و شما برین باز برای ما راپور جاسوسی از ایره بکنین. شاگردای خدا برای جاسوسی روان میکردن. اینال الله متعال میگه، الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و خبر داد از حالت از اینا که یا انت یک عادت داره جگرخون نشی، این برنامه هایشان است، الله رسوایشان میکنه. چی میکنه؟ یا همون شاگردای خدا که روان میکنه
بعضی از کسای دیگه هم هست، برو در فلانی حلقه، اگر درس ترجمه بود در اینجا گفت که زیر پای مردم بفت، شرک بکو، رواجا را بکو، بدعت ها را بکو، یا پا را هیچ مطرح نکرد، باز خوب درس زیر گوش بگی. اگر نیکی گپا را گفت فکرت باشه که هیچ درسش گوش نگی، هیچ قرآن گوش نگی. بیا که من برات باز یک چند تا شعر و ترانه بخوانم، چند تا نعت برات بگویم، باز رو خوانده برو، باز تو در جنت میری. اگر به شعر که از جنت میرفت، خب قبل از اسلام بزرگترین شاعرها بودن. شما فردوسی رو سعی کنید، این یک کتاب چیز دارن، برین شاعرای دیگه که مثلا در شرق و غرب است، اونا باید دیگه میتونستن اصلاح شدن. اصلاح در قرآن و در سنت است. الله رسول الله میگه که من بر شما دو چیز ترک کردم، کتاب الله و سنتی. اگر شما این دو چیز محکم بگیرین تمسک، شما نجات پیدا میکنین. اگر بغیر از قرآن و سنت راههای دیگر بخواین، شما را حتما گمراه میسازن. پس قرآن و سنت بگیرید. اینا علمای یهود چی میگفتن؟ یا ایها الله متعال بر رسول الله سمال امو فریب از اینا را چی میکنه؟ خبر میده. یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحزن که جگرخون نسازد تو را. کی؟ الذین کسانی که یسارعون، بسیار سرعت و عجله دارند در چی؟ فی الکفر، در کفر. من الذین، از کسانی که قالوا گفتن آمنا، ایمان آوردیم، به افواههم، به زبانهایشان، یعنی یا قلبهایشان الله با خبر سالم الغیب است، یا در قلب خود مسلمان نیستن، ایمان ندارن، کافر هستن. دیگه چی میگن به زبانهای خود؟ ولم تؤمن، و ایمان نیاورده از قلوبهم، قلبهایشان. و من الذین، این منافقا هستند. و من الذین، و از کسانی که هادو یهود شدند، سماعون، بسیار گوش دهنده هستند، بسیار جاسوس هستند، بسیار گپا را مخفی هم پات گوش گرفته میره. سماعون للکذب، بسیار گوش گیرنده هستند برای دروغ. بسیار دیگه همین گوشاشان بسیار سامع و سما. چی فرق از بینش؟ سامع یعنی میشنوه، سما بسیار دیگه زیرک گوش میده دیگه. چی را؟ للکذب، برای دروغ. باز اگه کسی سر الله تهمت میبنده، سر پیغمبر دروغ میگه، حدیث ساختگی نمیگه، باز رو خوب گوش میگیره، برای که خوب اون کلگک زده میره و خودش ورق داده میره. سماعون لقوم آخرین، یا بسیار گوش میدن به قوم دیگه. لم یاتوک، که بازی امی خبرها را که آوردن برای کی باز میرن؟ خبر میتن برای کسایی که لم یاتوک، که نامدن، یعنی کلانایشان، بزرگایشان اونجا قرار شیشتن. بازی جاسوسکایشان وقتی که آمدن، باز خوبی جاسوسکا گوش میگیرن، باز می گپای تو را چی میکنن؟ میبره بر از بزرگای خود که این سویت تو گفتن، او تو گفتن. لم یاتوک، که کلانایشان نامده. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یا میگه چی عادت دارن؟ یک عادتشانی است که همیشه تحریف میکنن در سخنها. هم تحریف در کلام الله میکنن، هم تحریف در کلام پیغمبر میکنن، هم تحریف در کلام دعوتگرا و ازیا میکنن. وقتی که پیش از کلام خود رفت، تحریف کرده میره و دروغ گفته میره و دروغ گفته میره و شیطانی کرده میره. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه جگرخون نسازید، ولو که هر قدر یا شیطانی بکنن و تجسس و جاسوسی بکنن، الله متعال که کس را حفظ کنه، حفظ میکنه. یقولون و خب یقولون، باز امی بزرگاشان برشان چی میگه؟ که یقولون این اوتیتم هذا فخذوه، اگر اینی گپا را، این اوتیتم، اگر برتان آوردن، هذا، این سخنایی را که ما برتان میگیم، شرکیاتی که ما برتان میگیم، کفریاتی که ما برتان میگیم، بدعتایی که ما برتان میگیم، رواجهایی که ما داریم، اگر امی گپای ما را این تایید کرد، فخذوه، باز گپای را باز قبول بکنین. اصل نیست اما تو. و این لم تؤتوه، باز اگر شما را این سخنان را نگفت، یعنی او باز خیست توحید حقیقی را بیان کرد، توحید ذات را بیان کرد، توحید صفات را بیان کرد، توحید عبادت را بیان کرد، توحید حاکمیت را بیان کرد. متوجه هستین؟ فاحذروا، باز که شما ازوا چی کنین؟ خودداری بکنین، در حذر باشین، اسکو کپای ازوا را گوش نگیرین. این صفت آل در امت چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول گفته شما امت ما هم همین قسم به اون مرضی که وا مبتلا بدن یا هم مبتلا میشن. اللهم الا کسایی که الله متعال او را عقیده درست بده و از این چیزا نجات پیدا بکنن، اونا هم باز همین کارا میکنن. الله متعال میگه و ما یرید الله، و هر کسی را که الله بخواه فتنته، گمراهیش را، فلن تملک له من الله شیئا، پس تو مالک شدن نمیتونی من الله، از الله شیئا چیزه. ای رسول الله تو جگر خون نشو. اونا چون قلبای چتل و کثیف داره، الله میشناسیشونه، الله به قلبشان انوس مرضشان زیاد کرده میره، تو مالک شدن نمیتونی که تو اینا را هدایت بکنی. جگر خون نشو، بانشان خلاص
اولئک همی گروه الذین کسانی هستند که لم یرید الله، که الله نخواسته ان یطهر قلوبهم، که الله قلبایشان پاک کنه. چون یا بسیار قلبای کثیف و نجس دارن و که الله دشمنی میکنن، الله نخواسته که قلبایشان پاک کنن. لهم فی الدنیا خزی، بر از اینا هست در دنیا خزی ذلت، و لهم فی الاخره، و بر از اینا هست در آخرت عذاب عظیم، عذاب دردناک. سماعون بسیار میشنوند چی را؟ الکذب للکذب، به دروغ، یعنی زیاد گوشگیرنده هستند برای دروغ. اکالون، دیگه صفتشان چی است؟ که اکالون بسیار میخورند لسحت حرام را. امی حرام که در گیرشان آمد اما تو سرش حمله میکنن، پشت حلال و حرام نمیگردن، که امی مال مردم در گیرش آمد عاجل حمله میکنن و میخورن. فان جاؤوک، پس اگر این مردم ها آمدن پیش تو، فحکم بینهم، پس در بینشان قضاوت فیصله بکو. او اعرض عنهم، اگر خوشت نامد دیدی که مردم ها دروغگوی هستن، فتنه و فسادگر هستن، بیخیال از پیشان روی بگردان، بگو برو برادر هیچ بری. و ان تعرض عنهم، اگر روی بگردانی از پیشان، فلن یضروک شیئا، به تو هیچ ضرر رساندن نمیتونن. برش بگو برو برادر، در مجلس ما شما برو، بخیر از مجلس ما رخصت هستی. و این حکمت، و اگر حکم کردی در بینشان، فحکم بینهم بالقسط، باز در بینشان بالقسط، فحکم پس حکم کو بینهم در بینشان بالقسط، به عدالت. ان الله یحب المقسطین، حتی که اینا یهود هستن، نصارا هستن، منافق هستن، کافر هستن، وقتی که مسلمان میخواست که قضاوت بکنه، باید به چی قضاوت بکنه؟ به عدالت. تو حقش برش بده، قضاوت عادلانه بکن، باز جزایش کفرش به خودش در روز آخرت. چرا؟ به خاطر اینکه ان الله، یقینا که الله متعال یحب المقسطین، دوست داره کی را؟ عادلان را، کسایی که عدالت میکنه. و دیگه الله متعال میگه و کیف یحکموک، اینجا الله متعال میگه که کیف یحکموک، ای لا یحکموک، اینا هیچ وقت کیف یحکمونک، این چه قسم تو را حکم یا قاضی یا داور قرار میتن. و عندهم التورات، در حالی که در پیششان تورات است، فیها حکم الله، در او حکم الله هست. ثم یتولون، بعد حتی از کتاب خود هم روی میگردانم. ثم سپس یتولون، روی میگردن، من بعد ذلك، بعد از آن، و ما اولئک بالمؤمنین، یا نه به تورات ایمان دارن نه به قرآن، از این خاطر جگر خون نشون، یا به هیچ کتاب ایمان ندارن. انا انزلنا التوراة، الله متعال میگه یقینا ما نازل کردیم تورات را، فیها، که در اون وقتی که نازل کردیم در او هدایت بود، و نور و روشنی بود، یعنی مردم روشن فکر می ساخت. یحکم بها، که حکومت میکردن، حکم میکردن بها توسط از زمین النبیون، پیغمبران. حکومت بنی اسرائیل کی حکومت میکرد؟ رسول الله میگه که کهنه بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل تسوس و سیاست میکردن کی؟ پیغمبرا. اینا کسایی که میگه فرق از بین دین و سیاست، اینا نه دین یهودیت شناختن، نه نصرانیت شناختن، نه اسلام شناختن، یا دروغ میگن، این سیکولرها، با می خاطر کافر میشن، چرا نصف دین قبول ندارن. اینجا الله متعال میگه که وقتی که تورات بر ازشون داده شد، یحکم و حکم میکردن، حاکمیت میکردن، حکومت میکردن بها توسط امی تورات النبیون، او پیغمبرا، الذین، کسانی که اسلموا، مسلمان بودن، اونا هم مسلمان بودن، یهود نبودن. للذین اسلموا، للذین، برای کسانی که هادو، یهود شدن. چرا یهود میگفتن؟ سه دلیل بود که یهودی. چرا اونا را یهود میگفتن؟ چرا کسایی که گناه کرده بودن، گوساله پرستی و مثلا بت پرستی و خرابی کرده بودن، وقتی که توبه کردن گفتن هادو، به معنی رجعوا. فهمید؟ یعنی یهود چرا هادو میگن؟ به خاطر که رجعوا، کسانی که رجوع کردن از کفر خود، از بیدینی خود، از شرک خود. و ربانیون، و کسای علمایی که اونا ربانی بودن. علمای ربانی کدام علمایی بودن؟ کسایی که توحید الله را و عبادت الله را حقیقتا انجام میدادن، به کفر و شرک و به ایگپا تسلیم نمیشدن، دوستی با کافرها نمیکردن. قرآن اونا را ربانیون میگه. والاحبار، دیگه کی علمایی بودن؟ الاحبار از حبر گرفته شدن. حبر چی را میگن؟ حبر رنگ میگن. عالم خیلی چرا حبر میگفتن؟ به خاطر که عالم زیاد رنگ استعمال میکنه. والاحبار جمع حبر است. فهمید؟ یعنی به مستحفظو، به سبب آنچه که نگهبان قرار داده شده بودن یا حفظ بکنن. چی حفظ بکنن؟ من کتاب الله، کتاب الله را. و کانوا علیه شهدا، و بودن بالای از شهدا. فلا تخشوا الناس، ای رسول الله از مردم نترس، واخشونی، و فقط از من بترس. ولا تشتروا، و شما مگیرید به آیاتی، به آیات من، در مقابل آیات من، ثمنا قلیلا، پول اندک، یعنی آیات قرآن در مقابل پول نفروشین. و من لم یحکم بما انزل الله، و هر کسی که حکومت نکنه بما انزل الله، با آنچه که الله متعال نازل کرده، فاولئک هم
هم الکافرون. پس اینی مردم ها کافر هستند، کسانی که چی میکنن؟ حکومت مطابق شریعت الله نمیکنن. فاولئک، پس این مردم هم الکافرون، اینا کافر میشن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا قانون مخلوق از شریعت الله برتری میتن، و کسی که شریعت الله را قبول نمیکنه و قانون مخلوق از شریعت الله برتری میتن، بدون شک این در کفر داخل میشه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.